بریم که با هم دیگه این میکاپ قشنگ رو بسازیمش. Çorbası. Böyle çok farklı temiz saklı. Ders çok. Ve çorbası. Kapağı bırakmış ağlaması. Çorbasını yapayım. Bazı çorbası yapayım. شغل كله بوابينا من خالص هي بخاطر همین می‌کردم انتخاب کردم. بازرسی میگه ثانیه ازدواج فیزیکی بعضی از فیزیک مخصوصا شکل مامانم میده به صندوق چشم قرار دارم همش تاکید میکنه چشتو باز تو کامنت ها بگین مامانم چند بار میگم گفت چشتو باز نکن. وقتی تو خود کارت نزنی نشون بودم تو کارت اینجا بزنی تکرارش مثلا خیلی ترکی بالا باشه مثلا به من سخت‌ترین مرحله میکاپ این مرحله است که چشم رو باز کنم. اصلا نمیتونم چشم باز نگه دارم. صندوق چشم بیرم. آقا ما دو تا چشم رو تموم کردیم. دیگه من ویدیو رو قطع کردم. فارسی کلیک هم بلد. ویدیو رو قطع کردم که شما خسته نشید. این از دو چشم.
بریم بود ادامه. حالا که خدا همدانم من اسم خودم مهندس ظاهرا توی شبستانه ولی هیچ منم مهندس آدم نمیکنم. مهندس آدم کرد یعنی یا گندی زدم یا از عصبانی یا حنام یا تنازم یا موهی موهن انواع اقسام اسامی مختلف به جز خود. خب آقا ما رژ لبمونم زدیم. مجبور شدم دوباره من دوربین رو قطع کنم چون که رفتیم و برگشتیم خلاصه واسه اینکه شما حوصلتون سر نره. چی تدوم که خارج لحوصله نوه؟ الان دیگه به مراحل آخر رسیدیم. الان نوبت رژگونه است و بعدش میریم که ببینیم چی میشه. بریم واسه مخاط نظر چی؟ تمام. خب آقا ما بعد نهایی شدن میکاپمون یه رفت و برگشتی داشتیم. رفتم گیره هامو با خط چشم ست کردم، گیره بابونه‌ای، و دیگه به مرحله پایانی رسیدیم. بریم تو
بابونه مهمه بابونه مهم بابونه چون من کامنت دارم بزن چیز نظریم این یکی کوچولو نیست این یکی یکم درشتر و پوپولیتر نظر خود مامانم بود که این یکی کوچکتر باشه این یکی بزرگتر باشه. نظرتونه؟ من خودم این یکی بیشتر چهار دوست داشتم. پوزیشن چهار پوزیشن یکم صد بیو پایین حالا برگردون کیو ببینم ولی هر به نظر خود دیگه ما میشه خاصه آره هشتا. چهار پوزیشن خب واقعا اینم از نتیجه نهایی میکاپمون. خیلی ازتون ممنونم که تا اینجای ویدیو کنارم بودین و ویدیو رو نگاه کردین. اگه دوست داشتین ویدیو رو لایک کنین، نظرات قشنگتون رو برام کامنت کنین و خوشحال میشم که چنلم رو سابسکرایب کنید و به دوستاتونم معرفی کنید، چون از این به بعد قراره که کلی ویدیوی قشنگ کنارم داشته باشیم، کلی خاطره قشنگ با هم بسازیم و یادتون باشه که ماهن خیلی دوستتون داره.